علی دایی آقای گل جهان. این مرد ایرانی سالها عنوان آقای گل جهان رو داشت، کسی که از اردبیل بلند شد و نامش جاودانه شد. بله درسته، علی دایی. علی دایی در 1 فروردین 1348 در اردبیل به دنیا اومد. از همون بچگی فوتبال رو دوست داشت و در تیم‌های محلی بازی میکرد. او فوتبال حرفه‌ای رو از بانک تجارت آغاز کرد و بعد به پرسپولیس رفت، جایی که خیلی زود تبدیل به ستاره شد. علی دایی در سال 1997 به بایر مونیخ پیوست. بعد در هرتا برلین بازی کرد و موفق شد در لیگ قهرمانان اروپا مقابل چلسی گلزنی کنه. Und Dai, das ist das Tor! 1-0 für die Hertha! Ali Dai! Ali Dai mit der Chance, kann er alles klar machen. Ali Dai! Ali Dai! Und da ist das Tor! 2-0 für die Hertha! Ist es denn zu fassen? Sein zweiter Champions League-Treffer für die Berliner. Ein echtes Billardtor. Wahnsinnsstimmung im Berliner Olympiastadion. 109 گل ملی، سالها آقای گل جهان. اما بزرگترین افتخار دایی بر تیم ملی بود. این موفق شد 109 گل ملی به ثمر برسونه. یک اشتباه، علی دایی با پرواز بلندش توی دروازه، گل تساوی برای تیم ملی فوتبال کشورمون با ضربه سر این بازیکن با حرکت‌های طولی خودش موقعیت سازی میکنه. دایی با توی دروازه چه گلی میزنه علی دایی. قبل از او یک اشتباه، یک موقعیت برای بازیکن ما، علی دایی با توی دروازه یک گل زیبا از علی دایی. کیاس سانتور روی دروازه و توی دروازه گل و تیم ایران حساب کار 1-1 مساوی میشه. چه فوتبالی. و سالها رکورددار بیشترین گل در بازی‌های ملی باقی بمونه. رکوردی که تا سالها هیچکی بهش نرسید، تا اینکه کریستیانو رونالدو بالاخره تونست ازش عبور کنه. علی دایی فقط یک فوتبالیست نبود، او تبدیل به نماد تلاش، غیرت و افتخار ایرانی شد. نامش برای همیشه در تاریخ فوتبال و جهان ماندگار خواهد بود. با امید سلامتی برای ستاره کشورمون. نظرت راجع به اسطوره کشورمون ایران برام بنویس. تا ویدیوی بعدی، بدرود.